سلام، وقتتون بخیر. این جلسه میخوایم راجع به یه سری عملگرهای کاربردی با هم صحبت بکنیم که خب تا حالا صحبتشو نکرده بودیم و خیلی به کار میان توی برنامه نویسی. خب در درجه اولین چیزی که میخوام باتون صحبت بکنم راجع به یه چیزیه که شما مثلا یه رنج عدد داری، از یه عددی تا یه عدد دیگه میخوای بینش هرچی عدد هست و بهتون بده. حالا نمیخوای اینا رو دستی تو یه جایی قبلش خودت دستی وارد بکنی و ذخیره بکنی، یا اصلا ممکنه دو تا چیز مختلف باشه که از جای خاصی بخوای بگیریشون، خودت از اول نداشته باشیشون، رنج بین اونا رو بخوای یا هر چیزی. خب این تابعی داره به نام رنج که به این صورت که به صورت دیفالت بهش مثلا بگی رنج 10 از 0 تا 10 و خودش در نظر میگیره، یا هر چند بگی از 0 در نظر میگیره. میتونی هم بهش عدد آغازین بدی، بگی مثلا از 3 تا 10 رو برای من بیار، و حتی میتونی بهش استپ بدی، یعنی بگی دوتا دوتا مثلا به من بده. حالا اگر اینو این شکلی رام بکنی بهت نمیده نتیجهشو. دلیلش اینه که این یک فانکشن ساده یا یک چیز معمولی نیست، این یک جنریتور هست. حالا جلوتر راجع به جنریتور رو کامل صحبت میکنیم و میبینی که چیه، ولی الان تا اینجا بدون که این به صورت کلی میاد جنریت میکنه بر اساس اون شکل و شمایلی که تو ازت میخواد و بهش میدی، و میاد بر اون اساس همون لحظه در همون جا اونو تولید میکنه چیزی که میخوای، و به جای اینکه از قبل تو یک متغیری مثلا تو حافظت ذخیرش بکنی، و خب از این لحاظ خیلی بهینه تره، یعنی همون چیزی که میخوای همون لحظه ایجاد میکنه تا اینکه همیشه بخوای یه قسمت از حافظه رو درگیرش بکنی. به عنوان مثال استفادهش میتونی توی لوپ فور ببینی، مثلا میگی for x in range، مثلا میگی که 3 تا 10 دوتا دوتا دو نقطه، میای پایین میگی پرینت بکن برای من x رو، برات پرینت میکنه و میبینی که از 3 شروع شد تا سر 10، خود 10 رو در نظر نمیگیره و دوتا دوتا شمار رفت جلو، گفت 3 5 7 9، اینجوری بهت پرینت کردینو. خب حالا کارهای دیگه زیادی میتونی با این انجام بدی. به عنوان مثال وقتی میخوای داخل یه لیستی بریزیش، خب نمیتونی همینجوری این رنج رو بگیری بهش تخصیص بدی، چرا که دیدیم خود اینو ران میکنی بهت چیزی نمیده. بعد اگر میخوای این رو بریزی داخل یک لیست، اول تبدیلش بکنی به یک لیست، به این صورت از تابع لیست استفاده میکنی، و بعد اینو بریزی داخل یک لیستی به نام مثلا پایتوریال لیست. حالا اگر اینو کال بکنی میبینی که بهت لیستی میده از رنج این مقادیری که ساختی. حالا این از تابع رنج و جنریتور رنج که بهتر بگیم، که گفتیم حالا جلوتر راجع به جنریتورها با هم صحبت میکنیم. یه موقع هست شما میخوای مثلا از یه شمارنده ای استفاده بکنیم، رفتیم الان توی یه قسمت دیگه، این شمارنده قرار مثلا داخل یک حلقه ای یه عددی رو هی اضافه بکنه به صورت قدیمی، یعنی بدون این قابلیتی که میخوام با حرف بزنم، به این صورت مثلا میگی شمارنده مساوی 0، اول میذاری 0، بعد میای حلقت رو تعریف میکنی میگی for letter مثلا این حالا مثلا پایتوریال، بعد اینجا میای میگی که پرینت بکن برای من این رو، مثلا میگی که حرف شماره، خب یه زنبیل میذاریم اینجا، شماره فلان مثلا برابر است با دوباره یه زنبیل دیگه. خب حالا این زنبیل رو قبلا راجع بهش صحبت کردیم توی پرینت فرمتینگ، از تابع دات فرمت استفاده میکنیم، میایم اینجا زنبیلامون رو جاگذاری میکنیم. اولین زنبیلمون میشه شمارنده و دومی زنبیلمونم لتر. خب این از این. حالا میایم شمارنده‌مون رو مثبت مساویه اوکی. اگه رام بکنیم میبینی که میگه حرف شماره صفرمون پیه، 1 وای و تا آخر اینو بهمون نشون میده. خب این یک شمارنده بود که ما مثلا الان خواستیم این اضافه بشه مقادیرش تو هر لوپی که میزنه.
ولی ما شاید نخوایم به این صورت این رو ادامه بدیم یا مثلا دستی اینجوری بنویسی. خب یه چه به کارآمدتریه که مثلا بخوای حالا اینو به صورت اتوماتیک این کار رو انجام بدی. به عنوان مثال میتونی یک کلمه تعریف بکنی، حالا مثلا ورد رو میگیم مساویه با، خب این از این. حالا میای پایین یک حلقه تعریف میکنیم، حالا فرقی نمیکنه. خب اینجا ما میایم ببین الان اینو به جای اینکه از این ورد ما اینجا استفاده بکنیم، ببین این ورد رو که تعریف کردیم، به جای اینکه بگیم به ازای لتر داخل ورد یا enumerate، یک تابعیه به نام enumerate که خب حالا اینو وقتی میذاری میاد خودش اینو میشمره و ازش میتونی استفاده بکنی. میگی print تکس پایتون باید بکنیم. خب ببین وقتی enumerate رو استفاده میکنی یا enumerate، حالا فرقی نمیکنه، اینجا میاد دونه دونه برات عدد گذاری میکنه و این کار شمارنده رو خودش انجام میده. تنها نکته‌ای که باید دقت بکنی که قبلا هم گفتیم راجع صحبت کردیم این بود که به صورت توپل برمیگردونه مقدار رو به ما، که خب حالا توپل آنپکینگ رو راجبش صحبت کردیم و میدونی که چجوری میتونی به اینو دسترسی پیدا بکنی. به عنوان مثال اگر همینو ما اینجا میومدیم میگفتیم مثلا نام و اینجا هم مثلا کلمه، بعد بیا نام و کلمه رو واسه ما پرینت بکن، اینجا میدیدی که دونه دونه اینا رو برات پرینت کرد. حتی میتونی یک پرینت \n رو هم بهش بدی که برات یه اینتر هم بینش بزنه. خب حالا اینو با هم دیدیم که به چه صورت انجام میشه، میتونی اینا رو تخصیص بدی یا هر کاری انجام بدی. پس اینامریت رو هم با هم آشنا شدیم که چیکار میکنه. چیز دیگه ای ما داریم به نام زیپ. چیکار میکنه؟ میاد دو تا چیزی رو که داری و به هم میچسبونه و ایندکساشو هر کدوم رو به هم نظیر به نظیر میچسبونه. به عنوان مثال ما یه لیست یک داریم، میگیم که لیست یکمون شامل مثلا A و B و C میشه. یه لیست دو داریم که شامل 1 و 2 و 3 میشه. خب حالا ما میخوایم این دوتا لیست رو به هم بچسبونیم. به چه صورت؟ میگیم که ببین اولا زیپ هم شامل همون نوع فانکشنایی میشه که به این صورت اینجا عمل نمی. مثلا ببین لیست 1 و لیست 2 رو اگر بگی، میگی که آقا من زیپی هم که این دوتا رو قرار حالا میخوای زیپ بکنی، اوکی اعلام آمادگی میکنه ولی کاری انجام نمیده. این هم جنریت قراره بکنه، این تابع یه نوع جنریتوره، برای همین اینجا کاری انجام نمیده برات. ولی داخل یک لوپ اگر ازش استفاده بکنیم، مثلا میگی for item این زیپ، حالا اینو من کپی بکنیم اینجا که ننویسیم، به این صورت میای دونه دونه حالا پرینت میکنیشون، میگی پرینت بکن آیتم رو. خب میاد برات دونه دونه نظیر به نظیر هر کدوم این ایندکس ها رو به هم میچسبونه، A به 1 B به 2 و C به 3 و داخل توپل بهت برمیگردونه. بازم اینجا میتونی از توپل آنپکینگ استفاده بکنی، فرق نمیکنه. حتی 3 تا لیست 4 تا لیست تعداد بالا هر چقدر بخوایم میتونی از این زیپ استفاده بکنی. مثلا یه چیزی که ممکنه بگیم کاربردش چیه، مثلا فرض کن یوزرنیم پسورد رو داری تو چیزای جداه. حالا خوندن فایل رو که تو آموزش قبلی با هم صحبتشو کردیم چجوری میتونی یه فایل رو بخونی. به عنوان مثال اگه خط به خط یوزرنیم پسورد رو حالا تو هر فایل جداگونه ای نوشته باشه، یوزرنیم ها رو از یه فایل میخونی، پسورد ها رو از یه فایل و با زیپ اینا رو نظیر به نظیر به هم میچسبونی که حالا تو جایی که میخوای استفاده بکنی مثلا یه فایل ایجاد میکنی از یوزرنیم و پسورد به جای که جداگونه باشن از هم. و حتی حالا میتونی این رو به عنوان یک لیستی داشته باشی، همون چیزی که راجع به
فانکشن جنریتور قبلیمون هم یعنی راجع بهش صحبت کردیم. اینو که میزنی بهت لیستی برمیگردون از توپل هایی که به هم زیپشون کرده و چسبوندشون و میتونی حالا تخصیصش بدی به یک متغیر یا هر کاری که دلت میخواد انجام بدی. فانکشن های دیگه ای که داریم اینه که مثلا ما یه لیست اینجا تعریف میکنیم به نام مای لیست، بعد داخلش حالا مقادیر 55 67 89 مهم نیست، داریم رندوم عدد میذاریم حالا داخلش. ما میخوایم الان کوچکترین عدد این لیست رو در بیاریم. کافیه که بنویسیم مین مای لیست، بهت کوچکترینش رو میده یعنی مینیمومش رو، و ماکس رو داریم که بهت ماکسیمومش رو میده که 99 بزرگترینش. و چیز دیگه ای ما داریم، تابع دیگه ای داریم که رندوم هستش اسمش، و خب از طریق یک لایبرری شما باید اینو اضافه بکنید و اینجا اولین جاییه که اضافه کردن لایبرری هم با هم میبینیم. به این صورت وقتی میخوای یه لایبرری رو اضافه کنی که میگی from، بعد اسمش رو میگی رندوم، ایمپورت بکن. حالا چه فانکشنی رو میخوایم، کافیه تب رو بزنی، اینجا باید یه عالمه از گزینه‌هایی که داری و نشون میده که چه گزینه‌هایی میتونی داشته باشی. حالا ما فانکشنی رو میخوایم به نام شافل، میگی که بیا از رندوم تابع شافل رو برای من ایمپورت بکن. اینو که رام بکنی اینو برات قرار میده. حالا کافیه که شافل رو بزنی و ما اینجا یه لیست داشتیم، بذار یه دور دیگه اینجا داری قشنگ میبینی مای لیست رو قبلش با هم رام بکنیم. خب حالا اگر شافل رو ما روی مای لیست پیاده سازی بکنیم و دوباره مای لیست رو کال بکنیم، میبینی که ترتیبش به هم ریخته و اینو به صورت تصادفی جابجا کرده یا همون شافل کرده. و این هم فانکشن از این فانکشناییه که این پلیس عمل میکنه، بهشون میگن این پلیس فانکشن ها، یعنی نمیتونی اینو بریزی توی یک متغیر دیگه و نان تایپ میشه. قبلتر هم راجع بهش صحبت کردیم. این میاد همینجا تغییرات رو روی مای لیست ایجاد میکنه و مای لیست رو شافل میکنه. آوتپوتی این اینجا بهت نمیده، تغییرات رو مستقیم اعمال میکنه روی همون متغیری که بهش دادی. خب رندوم رو با هم دیدیم. چیز دیگه ای داریم که ایمپورتش بکنیم. اول میگیم from random ایمپورت بکن rand int رو، int بود rand int. خب حالا این rand int میاد به همون یک اینتیجر یا یک عددی و به صورت حالا رندوم تو رنجی که براش تعیین میکنیم به همون میده. مثلا میگی رند اینت، بهش میگی از بین عدد 10 تا مثلا 100 یه عدد رندوم من بده، 97 رو میده. یا مثلا میگی بین عدد مثلا 15 تا مثلا 30 یه عدد رندوم بده، بهت 25 رو میده. هر دفعه اینو ران بکنی یک چیز متفاوت بهت میده. این من دوباره اینو رانش که میکنم داره یک عدد متفاوت به من میده. خب حالا اینو با هم اینجا دیدیم، رندوم رو با هم دیدیم که چجوری ایمپورت بکنیم. حتی میتونی اینا رو داخل یک متغیر هم بریزی چون بهت آوتپوت میده. یعنی شما میتونی بگی مثلا رندینت از بین مثلا 100 تا 200 عدد تولید بکن، برای من بریزش توی یه چیزی به نام مثلا تمپ. اینجا اگر تمپ رو بیای بخونی میبینی که حالا اینجا عدد 100 رو بهت برگردون. دوباره اگر رانش بکنیم این یه عدد دیگه بهت برمیگردونه. خب آخرین چیزی که این جلسه میخوام راجع بهش صحبت بکنیم اینپوت گرفتن از کاربره که چجوری ورودی بگیری از کاربرت میخوای یه موقع اسمشو مثلا ازش بپرسی بعد داخل برنامه بهش نمایش بدی یا هر کاری که دلت میخواد بکنی. به عنوان مثال به این صورت میتونی ازش ورودی بگیری که میگی اینپوت پرانتز باز و سینگل کوتیشن، داخل سینگل کوتیشن پیامی که بهش میخوای نشون بدی و مینویسی. مثلا میگی what is your name. خب اینجا وقتی اینو رام بکنی ازش میپرسه کاربر تو برنامه میگه اسم چیه و هر چیزی کاربر وارد بکنه اینجا آوتپوت داده میشه به تو. حالا خیلی اوقات میان این کارو به این صورت انجام میدن، میگن مثلا name مساویه با اینپوت فلان، یعنی میخوان اینو ذخیره بکنن تو یه متغیری. خب رام میکنه مثلا میگه که اسم از کاربر میپرسه، کاربر مثلا میگه خب حالا اینو که برگردون الان این رفته تو نیم رو اگه رام بکنی میبینی که مقدارش
برابر با همون چیزی که کاربر داخل اینجا وارد کرد. خب بریم تو قسمت های بعدی، میخوام راجع به مسائل دیگه ای صحبت کنم.